سه نفر با هم دوست بودند. زمانی رسید که مجبور شدند برای به دست آوردن ثروت عزم سفر کنند. رفتند گرسنه و تشنه به جای رسیده در سایه یک درخت دم گرفتنی شدند. آنها در زیر درخت سوراخی دیده نگاه کردند که در درونش یک خم هست. آن را کشیده گرفتند و روی دامان جامه‌شان خالی کردند. خم پر از طلا بوده است. مصلحت کردند که الحال یک نفرشان کمی طلا گرفته رفته از بازار خوردنی خریده بیارد. بعد با شکمی سیر و خاطر جمع طلا را تقسیم خواهند کرد. یک نفرشان که جوانتر بود به بازار رفت و خوردنی خرید و این زمان فکر به سرش زده به خود گفت اگر زهر خرم و به خوردنی اندازم و آن دو نفر خورند و بمیرند، همه طلا به من میماند. تمام عمر مثل پادشاه زندگی میکنم. بگفت او. آن دو نفر که انتظار خوراک بودند بین خود دیگر خیل مصلحت کردند. گفتند که سه تقسیم کردن چی لازم، در حالی که می توانند دو تقسیم کنند زر را. همسفرشان برگردد او را نصف کرده طلا را دو تقسیم می کنند. آنها منتظر جوان شدند. همین که جوان برگشت آنها سری او را بریده جسدش را به یک غار پرتافتند و سپس به سری خوراک نشستند و هنوز دو سه لقمه نخورده مردند. یک خم طلای سرخ در سایه درخت به صاحب ماند. انا به چی روز می رساند نفسی بد؟ درست گفتند، نفسی بد بلای جان.